سلام بچه، چطورید؟ من پارسا هستم. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل من. بچه توی ویدیوی امروز قراره بریم یک سری صحنه‌های انسانیت و کسایی که انسانیت به خرج میدن و بقیه رو نجات میدن یا کمک میکنن و اینجور داستان رو با هم ببینیم و عشق کنیم. اما قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل منو ساب کنید و نظرتون توی بخش کامنت‌ها بنویسید. بدون هیچ معطلی بریم سراغ ویدیوی امروز. خب یارو داره بندشو میبنده، کشیدش اینور. اوه نجاتش داد. چی شده؟ اوه 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 رفت. یک لحظه مونده بود. نه تنها ماشین بنده خدا داغون میشد، ماشین دیگه هم میزدن. اوه اینو نگاه، وای رفته تو سیله یا نمیدونم، فکرم سیله. این شاید رودخونه است. دوتا بچه رو نجات داد. چه قشنگ. چو افتاد تو اتوبان. واو یارو رفت برداشت، راه بقیه رو باز کرد. ماشش دودی کرد. مردم اومدن کمکش. چقدر آدم اومد. ایول قشنگه. واقعا جای قشنگه. امرا برف پشت ماشین رو پاک کرد همینجوری برای اینکه کمکی رسونده باشه. یارو بچه ترمز دوچرخه‌اش روز اینکه خراب بود میرفت تو خیابون بود دیگه، یارو گرفتش. ایول این چیه؟ یه صدای ناله میشنوم. سگه است، گیر کرده. رفتن نجاتش بدن. نمیاد. گرفتش. سگه دیگه نه؟ آره. فکر کردم یارو خورد به چیز، خودش فکر کردم خورد. اوه این چیزان تبنر اینو عوض میکنم. من میشه میگم اینو بیفتن چی میشه. اتوبوس نگه داشت این قشنگ بیاد پایین. یارو همینجوری مثل یه آدم دیگه بود، رفت ماشین رو گرفت. ماشین نره گربه. گربه رو نجات داد ولی باز از راننده تشکر کرد چون که وایستاد و اینا. اوه این یخ زده الان بنده خدا. یخه این الان در بیارید من نجاتش بدیم. باز یه داستانی هم باید کمکش کنم. وای واجی خیلی سرده. چند وقت اون توه. من سرده فکر کنم. اوه یارو دستکیشه شده
This little boy's quick thinking saves her mother from falling. اوه داشتی چه تحملی داره. سخته. بچه رو بگو. حداقل اون نردمون 4-5 برابر اونه. ایول واقعا واو. واقعا چقدر قشنگ بود. یکی خیلی قشنگ بود. چقدر قشنگ نجاتش داد. نگاه نردبون چقدر بزرگتر از خودشه. Man used his shirt to save an animal, keeping it warm. What a lovely man. وای ایول واقعا. رو تیشرتشو داد در آورد حیوانا رو نجات بدن. Imagine how tired the trash collector was, but he still took his time to play with these triplets. Some people just make the world a better place. یارو اومد فقط با اینو بازی کنه. کوچولو هن. This big truck was making a turn when it came across a smaller truck. The small truck immediately backed up to make it easier for the big truck to turn. Remember, it costs nothing to be courteous to others. اون دندقه گرفت که این راحت‌تر بپیشه. ایول یارو چترشو داد به اونایی که گوشه خیابون چت نداشتن. واقعا مثلا اینا This sports car owner stopped to fix هزینه the ای wrong نمی drainage. کنن. یه وقتی کوچیکی میذاره ولی But he still چقدر has به بقیه کن و چقدر یه سری رو خوشحال میکنه. یارو آبو باز کرد. اوه تشنش این. This driver showed us a great example. He stopped to save this little kitten. Thank you, sir. گربه است فکر کنم. بچه گربه است. نجاتش داد وسط خیابون. This group of children was playing together, and one of them was disabled and couldn't walk. اوه 4 تا بچه یکیشون نمیتونه راه بره. One of بعد them came back and then carried میخوان برن بازی کنن. اینجا چاله آبه دیگه. یکیشون برد اون یکی. چی شد؟ گربه گیر کرده. اونجا چیکار میکنی آقا تو؟ خب بچه اینم بود از ویدیوی امروز. چه صحنه‌های قشنگی رو دیدیم واقعا و چقدر مثلا با اینکه هیچ هزینه هیچ کار مثلا اونقدر خاصی نکردن ولی اون وقتی که گذاشتن اون سخاوتی که به خرج دادن واقعا چقدر صحنه‌های قشنگی درست کرد. چقدر به بقیه کمک کردن و خوشحال کردن این سریال رو. همینقدر ساده ولی قشنگ. و مرسی که تا اینجا ویدیو رو با من همراه بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل من رو ساب کنید و نظرتون توی بخش کامنت بنویسید راجع به این ویدیو، راجع به هر ویدیویی از چنل من. میبینمتون تا ویدیو بعدی. فعلا پیس.